سلام به همگی، یگیسا هستم. خیلی خوش اومدید به چنل من. همیشه از ناشناس تلگرام کلی برام پیام میذاشتید که چرا میکاپاتو نمیذاری، میکاپات خیلی خوبه، لطفا آموزششون رو بذار و بالاخره دارم انجامش میدم. بچه یه چیز دیگه که قبل از اینکه میخوام شروع کنم بهتون بگم اینه که من میکاپ آرتیست نیستم، از برندهای خاص لوازم آرایشی استفاده نمی کنم، اصلا حرفه‌ای نیستم، حتی یوتیوبر نیستم، ولی صرفا به خاطر اینکه ازم خیلی درخواست ویدیوی میکاپ رو داشتید گفتم که براتون یه ویدیو بگیرم. همیشه درخواست ویدیوی میکاپ خیلی زیاد بود، ولی بعد از اینکه عکس تولد امسالم گذاشتم توی چنلم توی تلگرام که لینکش رو میذارم دیسکریپشن، بعدن اگه خواستید چک کنید. بعد از اینکه عکس اونجا آپلود کردم خیلی هم از مدل میکاپم هم از مدل موهام خوشتون اومده بود و پرسیده بودید که خودت درست کردی، خودت میکاپ انجام دادی یا نه. بله، من جفتشو خودم انجام دادم و امروز قراره که بهتون بگم که چطوری. پس امیدوارم که دوستش داشته باشید و بتونه کمکتون کنه. بزن بریم. همیشه قبل از اینکه شروع کنیم به میکاپ کردن بهتره که از پرایمر یا مرطوب کننده استفاده کنیم. از اونجایی که من هیچی نمیبینم. از اونجایی که من اصلا طرفدار میکاپ های سنگین نیستم به هیچ وجه. یعنی چی؟ یعنی ترجیح میدم که نه که میکاپ کنم جوری که به نظر نیاد میکاپ باشه، میکاپ سنگین کنم جوری که نو میکاپ به نظر بیاد. نه، کلا دوست ندارم خیلی لوازم آرایشی زیادی روی پوست صورتم باشه. ترجیح میدم با حداقل مقدار لوازم آرایش بهترین میکاپی که میخوام رو در بیارم همیشه. خب بعد از مرطوب کننده میریم سراغ کانسیلر. بچه‌ها اینم بگم که من همون اول از کانسیلر استفاده میکنم و بعدش دیگه از هیچ چیز استفاده نمیکنم. باعث کنن حالا خیلی دیگه یا اکثر میکاپ آرتیستا حتی ترجیح میدم که از کرم پودر یا فاندیشن هم زیاد استفاده نکنم، به خاطر که خیلی حس سنگینی بهم میده روی پوستم و 2-3 ساعت کلا خیلی چرب میشه. با بیوتی بلندری که یه ذره مرطوبه شروع میکنم به بلند کردن کانسیلرهایی که زدم به صورت. خیلی گرمه. یه ذرم به پشت چشمام میزنم که یه بیسی درست بشه برای آرایش چشمم و سایه‌ای که قرار بزنم به چشمم. یه سری جایی که اسکار هست یا رد جوش هست سعی میکنم که اینطوری با کانسیلر بندشون کنم. از جایی که کلا من به روش خودم میکاپ میکنم، من تو مرحله بعد از کانسیلر پودر فیکس میزنم. کلا زیاد هم نمیزنم، ولی سعی میکنم جایی مثل زیر چشما و خط لبخندم و یه ذره بیشتر پودر فیکس بزنم. قبل از اینکه میکاپ کنم سعی میکنم به لبام وازلین لب بزنم یا هر چیزی که از حالت دیهیدراته بودنش بیاد بیرون. البته که درستش اینه که مثلا یه رو قبل از میکاپتون این کار انجام بدید که قبل از میکاپ با یه چیز اسکرابش کنید که اون میکاپ رژ لب روی لبتون بهتر بشینه. بریم سراغ آرایش چشم. من واسه بیس چشمام از یه رنگ خیلی نود و کم رنگ مثل این رنگ یا این رنگ استفاده میکنم. تو این مرحله خیلی اعتقادی به براش سایه ندارم، فقط در حدی که یه بیس خیلی ساده داشته باشم واسه یه میکاپ چشمام. بعد میرم سراغ ایگیوسر. کلا جدیدن علاقه پیدا کردم به میکاپ کره، هم یه جوری ظریف‌تر و سبک‌تر، هم یه جوری جذاب‌تر به نظرم. خب برای میکاپ کره یه چیز مهمی که تو آرایش چشماشون هست ایگیوسر، که ایگیوسر یه خط باریکیه که وقتی میخندن دقیقاً اون خطی که پایین پلک شما رو از گونه‌تون جدا میکنه، این خطی که اینجا میفته، این خط رو پررنگ میکنن و بهش میگن ایگیوسر. برای ایگیوسر از یه رنگ قهوه‌ای پررنگ‌تر
تو مایه این رنگ استفاده میکنم. از این رنگ روشن‌تر استفاده میکنم برای قسمت داخلی اگیوسر، یعنی بین دقیقا خط موجه های پلک پایینم و خط اگیوسری که کشیدم اینجا دقیقا. اگه شاینی هم باشه که چه بهتر. که میبینید شبیه کوریا یه حالت پوفی پیدا کرد زیر چشمام. حالا با یه براش دیگه و یه رنگ قهوه‌ای پررنگ‌تر دقیقا از قسمت ته پلکم یه خط میکشم. حالا این خط رو ادامه میدم به سمت داخل پلکم. حالا به این مرحله رسیدیم. برای اینکه خیلی این خط قهوه‌ای زایه و مشخص نباشه یه ذره با انگشتم فیدش میکنم. اگه براش تمیز داشتید میتونید از یه براش تمیز استفاده کنید. یه ذره از ته سایه که روی براشم مونده میزنم به قسمت خارجی پلک پایینی. حالا با براشی که قبلا استفاده کردم یه رنگی بین رنگ صورتی و قهوه‌ای استفاده میکنم برای کشیدن خط موجه های پلک پایینم. خب حالا میریم سراغ کانتور بینی که اون هم رو من به روش خودم انجام میدم. از یه رنگ نود باز مثل این رنگ استفاده میکنم. واسه کانتور کردن کلا مدل‌های خیلی زیادی پیشنهاد میشه از سمت میکاپ آرتیستا، ولی خب شما باید مدل بینی خودتون رو بشناسید. فکر میکنم که بتونید بهترین روش کانتور و شکل کانتور رو پیدا کنید. من خودم با آزمون خطا این کار کردم. یه هایلایتر کمک میگیرم برای این قسمت داخلی چشمام هم میزنم. یه سایه شاینی دیگه که رنگش تو مایه های اونی که میخوام باشه تقریبا قهوه‌ای اینها استفاده میکنم. یه ذره میزنم به پشت پلکم. برای خط چشم اول با یه مداد چشم قهوه‌ای دقیقا از جایی که پلک بالام تموم میشه یه خط میکشم، ذره ادامهش میدم به سمت پشت پلکم. خب برای اینکه میخوام یه ذره حالا چشمم از این بزرگتر نشون داده بشه با همین مداد قهوه‌ای قسمت داخلی چشممو یه ذره میکشم. میتونید الان تفاوت چشمام رو ببینید. این قسمت داخلی چشمم کشیدم، این یکی رو نکشیدم. خب بعضی وقتا خط چشممو تو همین مرحله ولش میکنم، یعنی اوکی واسم، ولی چون این میکاپ یه ذره سنگین تر بود روی همین مداد قهوه‌ای که کشیدم یه خط چشم ماژیک مشکی دیگه استفاده میکنم که یه ذره این خط قهوه‌ای رو پررنگ ترش کنم. چون میکاپ کره خط چشم خیلی پهن و پررنگ و کشیده‌ای ندارن، همینجا حس میکنم که کافی باشه در همین حد. یک کار دیگه که من خیلی همیشه تو مرحله آخر میکاپ چشمم انجام میدم با همون قهوه‌ای پررنگی که برای پشت پلکم استفاده کردم یه ذره بالای خط چشمم رو
باز میکشم با همون سایه. و یه ذره فیدش میکنم. خب همونطور که گفتم خیلی طرفدار میکاپ های سنگین و غیر طبیعی نیستم، برای همین واسه موژه ترجیح میدم موژه های خودم باشه. به خیر گذشت. خب بریم سراغ رژ گونه. برای رژ گونه سعی کنید همیشه از رنگ‌های استفاده کنید که با رنگ میکاپتون همخونی داره. مثلا من اگه الان میکاپم تو مایه‌های تم قهوه‌ای و کرم داره و مخصوصا رنگ رژ لبم، بنابراین باید از یه بلاشی استفاده کنم که رنگاش همخونی داشته باشه، مثل این رژ گونه. من طرفدار این رنگم و معمولا از این استفاده میکنم، ولی این الان هیچ همخونی با رنگایی که من تو میکاپم استفاده کردم نداره. پس از رنگای گرمتر مثل این رنگا استفاده میکنم. رنگو استفاده میکنم دقیقا جایی که رژ گونه میزنیدم به نظر من مثل کانتور بینی میمونه. هر کسی باید ببینه که بسته به نوع میکاپش و حالت صورتی که داره کدوم نوع رژ گونه زدن بیشتر به صورتش و میکاپش میاد. میدونم که جایی که من دارم رژ گونه میزنم یکم نامتعارفه، ولی در واقع رژ گونه که روی بالای گونه زده میشه، به جای اینکه اینجا بزنم دارم اینجا میزنم، بیشتر به قیافه من میخوره، بیشتر به حالت صورتم و استخوان‌بندی صورتم میاد. حالا یه ذره از رژ گونه که روی براشم مونده میزنم به قسمت نوک دماغم. نوبتی هم که باشه نوبت رژ لب. بچه‌ها یه تکنیکی که من جدیدن یاد گرفتم، اولا که با خط لب اثرات خوبی ندارم. یکی از هم رنگ‌های نودی که استفاده کردم، مثلا این رنگ یا این رنگ یا این رنگ رو استفاده میکنم برای قسمت در واقع بالای لبم. در واقع انگار دارم یکم به لبم حجم میدم با سایه. حالا با یه رنگ رژ قهوه‌ای کم رنگ یه ذره فقط قسمت داخلی لبم رو رژ لب میزنم. کلا اگر که میکاپ چشمتون زیاده سعی کنید که رژ لب خیلی بولد و پررنگی نداشته باشید و برعکس اگه که میکاپ چشمتون زیاد نیست این دفعه میتونید از رژ لب‌هایی که پررنگ‌تره و توجه نگاه رو میبره سمت لب‌هاتون استفاده کنید، برای اینکه اگر جفتش رو با هم استفاده کنید یه ذره حالت غلیظ و به قول معروف اگزاجره میده به میکاپتون. در آخر از برق لب شاین استفاده میکنم. بوش خداست، عاشقشم. خب بریم سراغ ریزه‌کاری‌ها. یکی از چیزایی که من کلا توی میکاپ خیلی دوست دارم خاله و فکر می‌کنم خیلی هم ترند شده باشه الان. از یه سایه کهنه استفاده می‌کنم، یه رنگ پررنگ، قهوه‌ای پررنگ مثل این رنگ و با یه قلمویی که سرش تیزه سعی می‌کنم یه خال بذارم زیر چشم چپم. من تو عکسای میکاپ تولدم از مروارید استفاده کرده بودم. اینجور چیزا تو اکثر شاپ‌های آنلاین شاپ‌های میکاپ هست. شما میتونید تهیه کنید هم واسه میکاپ هم واسه مو.
تادا. خب بچه‌ها همونطور که می‌بینید میکاپمون تکمیل شد. برای اینکه این ویدیو خیلی طولانی نشه پارت 2 ویدیو رو میذارم واسه استایل کردن موهام و حتما اگه دوست داشتید به چک کنید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و به دردتون خورده باشه. یادتون نره ویدیو پارت 2 داره، هنوز قراره موهامو درست کنم. پس پارت 2 رو یادتون نره، لینکش رو میذارم براتون.